سلام دوستا، خوش اومدید به این ویدیو دیگه از جیچه سرانده است که درنش سرویس کردم و اینکه میخوایم امروز گردش تو شهر داشته باشیم. گردش تو شهر لاس ونتوراس، شهر سوم، شهر که مخصوص پولداراست. موتورشی رو پرت شد اونور. ویدیو لذت بردید میتونید چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم. کامنت های پر انرژی بذارین و آقا دیگه بریم بازی شروع کنیم دیگه. با دیگه من جیچه ساوندستو که دیگه ماشاءالله آره دیگه یه هم کارایی کردن دیگه. بابا ماشینم سایده شد. اینجا چه خبره؟ با خودت اومد جروم ها، خودشم فهمید دایز خودت اومده بودی دیگه، مگه من کارت نداشتم که. برو خودت مثل سگ اومدی دیگه، چی کارت کنم؟ اوه قلعه چی؟ دیزنی. یارم اومد شرکت دیزنی. اما انم اینجا پارک نکردن که من چی سوار شم؟ مثلا از اینجا مقصد هدف بگیرم باید بمیری. فرار کجا؟ بیا یه کارت دارم. دست بالا ببین، من نمیفهمم ما هرچی پول داری رد کن بیاد. آقا بگیش کن خواهی اینو بدی. اوه اینم بده. شادگار اون اوکی. این بمب رو بده که کارش دارم. خب برو. حالت خوبه داداش؟ کجا میری؟ نرو، میمیری به خدا، میمیری. بهت گفتم که میمیری، خودت گوش ندادی. اشکال نداره، پولتو به من بده. آره ماشین حال میکنیم. این چه ماشینیه؟ باشه شاسی بلند دیگه مثلا. اوه قایم شیم. آنا پلیس ها رفت. چی کار همه میکنم؟ خب الان چی کار کنیم؟ همجوری میگردیم بریم پیش دیزنی، بریم پیش قلعه دیزنی. چه انیه؟ اوه ماشینم چپ شد تا نیومده. ما گواهینامه اوسکی داریم، فهمیدی؟ راه ورود کجاه؟ از چه راه ورود داره؟ من ببخشید من با ماشین اومدم. اگه ناراحت نمیشی. مرد. تو دیدی این صحنه رو که داری در میری؟ با مسخس که نظرم باجی کجا؟ از میاد به اینجا بعد ساکت میشه. مسکوله با. اوه یه سرعت بگیریم از اینم از پلیسه. عالی. کارم درسته. زای شده. ای چی اینجا بود نوسه؟ اوه این چی ماشین داره دیوز؟ جون بابا ماشینو برم. کشتی افسانه‌ای. از اینجا میشه پرید؟ برو مامان. بابا اینا گند میزنن. اوه این چیه اینجا ظاهر شده؟ آقای کشتی چطور هستی؟ خوبی؟ قربه دست داشت. تو حرف میزنی؟ آره بابا چی میگی تو؟ آقا اجازه سوار شدن رو دارم به شرفت؟ آره بابا بیا سوار شد. بیا دمت گرم آقای کشتی. خب به دست فرمون خوبی داری. قربه دستت. گت کنم؟ وارد گم شو. اما این کار دارم بیشوره کنی. با من بودی؟ بزنم جرت بدم همین الان با این کشتیم. بزنیم. فاکس نشون میده. یه گناه خور. تو زور من داری
مرد. اه به من چقدر خودش گنده گوزی کرد. من گناه من چیه؟ بابا گناه من چیه؟ من چی گفتم؟ بابا دریوس من نابود کردی. شرمنده دارش، به خدا من قصدم این نبود. آقا پیاده شده نابود میشه بیچاره کشتیه. ماشین عتیقه چون بابا. آقا من این سوارشم گم نشه. چی؟ آقا پیاده میشه دیگه. دیگه ماشین اینجا هستش دیگه. خب آقا بریم اینجا. پلیس که اینجا نمیاد دیگه. خب بریم چی کنیم؟ بریم از اینا بزنیم. اوه بذار. این چیه خر تو خر؟ نه با من منظورم این نبود که. آها این سب کنم. آها این یه بابای اینجا هستش داداش. من یه آها بابا گوه خوردی. مگه باید حتما پولم زیاد باشه؟ دهن همه من. آره بابا چیه بابا پر این همشون. بیا برو اون بر مرد که گوزو. برو اون بر. من اینجا اجازه ندارم. چه عجب. اوه اینجا میشه پول گذاشت. $100 خوبته دیگه. آره $100 میزنیم این برنده میشیم یا نه. چی میده بمون؟ روی چی شرط بستیم؟ روی 20 بیا. خب 20 بابا. لوزر. نمیخوام خیلی. من مثلا خوششانسم. ما مثلا چه میدونم یه چیز بود اگه میبردی دیگه کلا خوششانسیت میرفت بالا. یعنی تو هر چقدر قمار میکردی آره دیگه هر چقدر میزدی کلا پوله رویت میدارن. ولی خب الان گوزم بهمون ندادن. دیوسا خواستم ویدیو رو استوب کنم شما ویدیو رو قطع کرده. بابا چیه؟ اون ماشین عتیقمون رو برداریم. عتیقه یه ماشین قدیمی ها یا ماشین قدیمی های خیلی خفنه. بابا همین پشتش نیومده سایدی خاک بر سرتون کنن. این راننده اینو مثل گاو میمونن، مثل اولاق ماشین میرونن. نمیدونم این بشر چرا اینجوریه. این چیه؟ این که زیاد سده. بیا یه بارم نشده ماشین جذابمون رو نزنی به دیوار. ناش این ماشینه خیلی cool. نه اون یکم جمو جورتر و کوچکتر بود. وایستا. این که چیه؟ سوپر جی تی مال خودت. جری شما این ماشین رو برندار. چیکو میخوایی بخوری؟ بهش مهم نیه. تو جای دیگه میدوزیدی اینا کرک و پرش میریخت. گفت یه عوضی ماشین کش رفت. چه کارمون نره. وای مثل حیوان دور میزنه. این شهر چه لاس وینتوس چقدر نورانیه آجی. پشمام. من این لباس تخمی رو خیلی وقت دارم. چیه بابا؟ من لباسم عوض کنم. این رستوران چه 7 جون اینجا میشه گیمزه. یه نوشیدنی بخوریم. تشنه مونه تشنه. پوفیوز. داشت میتونم اینو بزنم. خوشحال. این چیه؟ این هرچی هست رو نابود میکنم. این شوخی نداره. الان اینا باید بترسن. نمیشه
پاشو خوشحال شوخی در میزن جرت میدم ما. دلم نیومد اینجاشو کات کنم. تو همین منطقه است. چی میگم آقا برای منحرفا گفتم ما، برای منحرفا. بازی لک گرفت. اینا رو حال میره اینجی بزنه. آی مرد بیچاره رفت. اینا حال میره کنم بزنینش اینجی. موتوری خیلی چیزن لاش خورن. خب من خواستم برم اینجا ببینم این ماشینه رو اسپورت میکنه آقا. این بابا اگه اسپورت کنه که خیلی خوب میشه. دارش اجازه اسپورت کردن میشی؟ ایول آخ جون این اسپورت میشه. ببین اسپورت مشتی کنیم اینو. آقا که اول از همه رنگ 150. چی رنگی کنم اینو؟ چی رنگی کنم دوستا خوشگشی؟ ما ایکس شات فندیم خواه نارنجی نه رنگی نارنجی میزدیم. ای زردش هم قشنگه استفن. این چیه؟ ماشین هم عقب جلو میشه شما دیدین؟ چیزشه؟ نمیخوام ما به درد عمت بخوره. چه انیه ماشین هم عقب جلو میشه باگ گرفته. آها این هم چیزشه اسپولر صرف کنه. آخ جون همین خوبه اسپولرسش همین خوبه. این چیه؟ اون وقت خود چه گوزی الان اضافه کردی؟ چه انی $700 بده بابا چی؟ خوبه دیگه نیتروم لازم نریم. بیا بیرون. انا این اسپولیر که بهش اضافه کردم ماشین جذاب ترش کرد. کاش بزرگتره رو میزنم جون. کیف کن ناموسن عجب ماشینی شد. بازی شاید لک میزنه. فکر کنم جادو کم آوردیم. بذار 2000 years later. ببین من این ماشین رو بخته تو اسپورت کردم. سوار میشی؟ درو خدا. ببین چه فاک نشون میدی. پلیس چی میگه؟ ما این دعواداری بزن جرش بره. بزن پدرش رو بیا. بابا ماشینم اینا به ماشینای عتیقه عاشقای دیوز بزن جرش بده. آفرین ماشین بابا. حالا این اومد به من فاک نشون بده. عاشقای گو احوه یا بیا بار گو نخور. بیا این کشتیش رفت. او ماشین به اینا به ماشین عتیقه چیزی نمیدن. پا نمیدن. اوکی پا نمیدن. چی؟ ایوال آره ماره. ما کیودی پاییم دیگه. لاینگنگی ما لاینگنگی. به اون فاک نشون میده. ببین به این فاک نشون میده. پلیس من رو دنبال کرده. درست کل ماشینم بابا ماشینم. 6 hours later. این ایول بابا. ایول اونقدر فکرم بازی باگ گرفته بود. صدات خیلی قشنگه داد خانم. اصلا کیف کردم بابا. اصلا لباسی اصلا تو همه اونا بهتری با اینجا چیکار میکنی؟ به یه جای خوب بریم با. من همینجا جاش خوبه. آره من دارم میبینم اینجا. 3:28 قربون دستت. بازم بریم شماره دوباره زنگ بزنه. دوباره میبینم. بای بای. خب اینم از این.
کاش واقعا تو دوره واقعی هم همینجور راحت بود. ایزی. چی بابا؟ شبیه ماشین جیچه شو شده، فقط اون یه جور دیگه بود. یه وقتتون نمیگیرم، اینم بشکنم شیشه شو. یه وقتتون نمیگیرم دوستا، چنل یوتیوب سابسکرایب کنید. دمتون گرم به مولا. دیگه وقتتون نمیگیرم، دارم همین میگم. تا پارت بعدی خدا نگهدار. کامنت های پر انرژی فراموش نشه دوستان.